سلامت باشید. درباره معین نمودن روز عید سعید رمضان سال 2026 در قلمرو جمهوری تاجیکستان و مسائل مربوط به آن شورای علمای مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان قرار کرد. اول، موافق حساب علمی عید سعید رمضان در تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان روز جمعه 20 مارس سال 2026 تجلیل کرده شود. وقتی برگزاری نماز عید سعید رمضان ساعت 7:30 معین کرده شود. از همه اعضایان شورای علما خواهش میکنم کسی که با طرفداری بندهای قرار شورای علما موافق هستند آواز دهند. خب مقابل